انترافیه رو عقب‌تر برداریم تا به سطح به سمت پشت سر. آره ببین حالا اون طرف هم نشون میدی؟ این برو. آره اوکی میکنیم یه بخش بالایی ولی یه ضربه با بالای گوش و یه ضربه هم از اینجا میزنیم که موتور حالا اینجا پس شد تو قسمت سر چیکار میکنیم تو قسمت سر شونه میکنیم، یه ضربه این بالا میزنیم، یه ضربه اینجا میزنیم و یه راهنما از پشت میگیریم و کات میکنیم. اوکی؟ میایم با این موهای آقا چک میکنیم، مو رو از جلو شونه میکنیم. این سنترافیه رو دیگه خب یک لایه از سنترافیه میگیری، مو با دستت اینطوری باشه، نه که دستت اینطوری باشه ها، مو باید اینجا باشه. این چک مدل لایه اضافه هاشو چک میکنیم. چک مدل لایه این از اینجا شونه میکنیم، کشیم سنترافیه همین ها و بلندش رو کوتاه میکنیم. چرا؟ چون مدل لایه میزنیم خب همه رو اینجوری میزنیم، بعد مشتری یه روز خود موهاشون جو کنه عقل، این همه اضافه میزنه بیرون، باید بیاد همه بیاد رو آخرین لایه بشینه. ولی اگر چیزی بلندی داشته باشه ممکنه اون موها بیاد اینجا. این چک مدل ما توی مدل باکس باید تو قسمت سطح سر صاف سر باکس رو کنیم. باکس اینجا کجاست؟ اینجاست، جایی که شونه تموم میشه، جایی که شونه دیگه مماسه با سر نیست، اینجاست. پس اینجا میشه جای تقسیم ما، چون ما ساید رو از اینجا به اون طرف دیگه کوتاه نمی‌کنیم. این ساید ببین اگر من الان اینجوری کنم شونه رو بزنم، شونه از اینجا دیگه از سر جدا شده. پشت سر هم همینجوری از جایی که اینجا دیگه این باکس ماه، اینجا باکس ما کجاست؟ اینجاست. متوجه شدی؟ پس اینطوری میتونیم بگیم که سنترافیر تو مدل اسکوئر میاد عقب‌تر، میاد پشت گوش. نگاه تو اینو تصور کن اینجا. تمام. این پشت گوش رو گرجوش
بعد سکشن‌ها رو به صورت مقرب ریز جلو برمی‌دارم، شونه می‌کنم رو به سمت مرکز و سکشن مرکزی موها رو شونه می‌کنم و زاویه دستم هم همینه. ببین دستم خوابیده به سمت مرکز. وقتی من اینا رو اینجوری شونه میکنم چک میکنم همه توی خط صافه، میام بالا بعد چک میکنم توی خط صافه همشون. داره میاد بالا کم کم حجم میگیره. حالا این طرف پروسه سکشن مورب بعد میکشم به سکشن مرکزی، میکشم به سکشن مرکزی و راهنما دایرکس راهنما برای خودمون درست کردیم. برمیداریم از هر جایی اینجوری شونه میکنیم توی خط صافه. میریم پنجه این بنده میذاریم بالا توی خط صاف، میذاریم خط صاف. چکش این که بفهمیم درست بکار کردیم یا نه. دوباره میکشیم روی سکشن مرکزی، یک سکشن مرکزی داریم که همه هم کشیم رو اوناره. آره گردویشه اینجوری بود. نه تکنیک این کوتاهی اینه. تکنیک چی؟ این کوتاهی.
از دو تا نقطه یکسان برده این در یه ذره بلندتره درسته؟ آره الان اینجوری شد. از اون اینجوری بود الان اینجوری شد. الان هم اینجوری دیگه. آره از این ور آره. الان ساید مگه. اوه من اینا رو عکس میگیرم. درجه نور رو میبینی اما 45 درجه یه لایه نازک از زیر میگیره با راهنمایی که داریم تقریبا